سال 1988 دختری 17 ساله توی ژاپن به نام جونکو فروتا قربانی خشونتی بیرحمانه شد که جامعه را شوکه کرد. جونکو دانش آموزی با آینده روشن بود که توی نوامبر سال 1988 توسط 4 پسر نوجوان ربوده شد. اونا جونکو رو به مدت 40 روز توی یه خونه‌ای توی توکیو زندانی کردن. جونکو توی این مدت تحت شدیدترین شکنجه‌ها، آزار و تجاوز قرار گرفت و در نهایت توی ژانویه سال 1989 فوت کرد. بعد از کشف جسد پلیس 4 پسر نوجوان رو دستگیر کرد و اونا به جرم خودشون اعتراف کردن و توی دادگاه محاکمه شدن. اما حکم دادگاه همه رو شوکه کرد، چون با وجود تمام جنایتایی که انجام داده بودن خیلی حکمای سبکی دریافت کردن. هیروشی میانو، رهبر گروه و متهم اصلی این پرونده، به 20 سال زندان محکوم شد. جو اوگورا به 10 سال حبس توی زندان نوجوانان محکوم شد و بعد از آزادی به دلیل جرایم دیگه دوباره بازداشت شد. شینجی میناتو به 4 تا 6 سال زندان محکوم شد و بعد از آزادی به زندگی عادی خودش ادامه داد. یاسوشی واتانابه به 5 تا 7 سال زندان محکوم شد. یاد جونکو هنوز زنده است. این فقط یک تراژدی نیست، این یک هشداره که هیچ وقت نباید فراموش بشه. اما یک سوالی که اینجاست، اگر عدالت اجرا میشد دنیا جای بهتری نبود؟ لایک و سابسکرایب یادت نره. نظرتو حتما برام کامنت کن. به زودی با پرونده های دیگه برمیگردم.